با نام خدا. دوستان، خیلی خوشحالم که تونستم دوباره مجدد با شما صحبت کنم. باور کنید ذوق میکنم. من اهل ادا در آوردن و اطفار و جلوی دوربین بازیگری نیستم. دلم میخواد رفتارم، حرف زدنم همینطور طبیعی، همونجور که توی خونه، تو خیابون با رفقام بیریا صحبت کنم. یه اتفاقی افتاده، دوست داشتم اینو با شما در میان بگذارم و بعد بریم سراغ برنامه‌های آیندهمون که میخوام یکی یکی تو ویدیوهای مختلف اینها رو براتون بگم که بدونید ما در آینده چه برنامه‌هایی قراره انشالله برای شما بارگذاری کنیم. عزیزان، در پی یه اتفاق متاسفانه خیلی غم انگیزی، من محتواهایی که آماده کرده بودم خب میرفتم برنامه اجرا میکردم و 10 محتوا ناگهان، حالا به خاطر نمیدونم حافظه بوده یا هر چیزی که بوده، متاسفانه دوستان بی غرض البته اینها رو از دست دادن و پاک شد. هر جا رفتیم به هر حال از هر نرم افزاری که استفاده کردیم بخشش رو تونستیم احیا کنیم، اما بخشش احیا نشد. از چه بابت این اهمیت داره؟ از این بابت که من بداهه صحبت میکنم. تنها چیزی که نگاه میکنم، حتی اگه حفظ باشم باز نگاه میکنم که با دقت و بدون اشتباه تا جایی که میتونم توان دارم عرض کنم محضر شما شعر اول برنامه هامه که خیلی دوست دارم خودم و بقیه صحبت ها حالا شاید نوت برداری بوده باشه اما دیگه بداهه هست. یعنی اگر 1 ساعت 50 دقیقه 1 ساعت و نیم هر چقدر که باشه اینها بداهه گفته میشه. چیزی نیست که رونوشت باشه که من بتونم از رونوشت بخوانم و بگم خب دوباره اینا رو تکرار میکنم. متاسفانه این اتفاق افتاده و کارش هم نمیشه کرد، عیبی نداره. من درس رو در این خصوص از ادیسون میگیرم. ایشون یک روزی بهش خبر میدن که آقا این سوله‌ای که درش آزمایش میکنی آتیش گرفته. به سرعت میاد بیرون، سراسیمه همسرش بیرون میان، مردم میان کمک میکنن، شروع میکنن خاموش کردن. ولی تا بخوان آتش رو خاموش کنن و این آتش از بین بره، متاسفانه تمام شاید 10 هزار آزمایش که ادیسون که فقط برق رو اختراع نکرده و امیدوارم شما مراجعه کنید و ببینید که این مرد بزرگ چه خدماتی داشته. در هر صورت نگاه میکنه به این آتیش، اما دیگه هیچی وقتی خاموش میشه از اون سازندگی، از اون پروسه باقی نمونده. میبینه همه چیز خاکستر شده. همسرش هی به اون نگاه میکنه، نمیدونه چی بگه، حرفی برای گفتن نداره، فقط نگاهش میکنه. اضطراب و نگرانی و دلهوره که این الان چه واکنشی نشون میده. بالاخره محل کارش بوده، کار کرده و الان هیچی دیگه نداره. من که حالا دیگه رقمی محسوب نمیشم. وقتی رو خاکسترها قدم میزده، شروع میکنه این کارو میکنه، نگاه میکنه به این طرف اون طرف، همسرش میبینه ایشون میخنده، لبخند میزنه، داره یه تبسمی تو صورت این ایجاد میشه. طاقت نمیاره و اشتباه هم نمیکنه. از اون میپرسه که چرا میخندی؟ چرا داری لبخند میزنی؟ این تبسمه واقعا در صورتت. ایشون جواب بسیار بسیار فوق‌العاده و درجه 1 میده. میگوید که من به تمام اشتباهاتم در گذشته که امروز در همین لحظه تمامی اونها آتش گرفت و خاکستر شد، میخندم و سعی میکنم از این به بعد دیگه اشتباه نکنم. این فکر میکنم دیگه بهترین جوابیه که میشه
بگیم در تاریخ شاید دست به دست چرخیده و طی این همه سال به من رسیده که به عرض و سمع شما عزیزان برسونم. من تمام تلاشمو کردم، هر چقدر که زورم رسیده شرایط فراهم کردم برای یک کیفیت عالی. خب از اون طرف یوتیوب به هر حال از ما یه توقعی داره و میخواد که یک محتوایی داشته باشیم، یک پرنسیبی داشته باشیم در ویدیوهامون. درسته که من موضوعی که در موردش صحبت میکنم مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر و الکل هست، ولی یوتیوب میخواد که بک‌گراند، دکور، به هر حال همه چیز درست باشه تا به هر حال اون واچ تایم من بتونیم بگیریم و اون چه بدونم اون پروتکل هایی که برای خودش داره رو میگه باید حتما داشته باش. حتی اگر تو آدم متواضعی هستی اصلا نمیخوای اشکالی نداره، اما هیچ امتیاز اینجا نصیبت نمیشه. لطفاً با من همراه باشین. من دوباره برمیگردم، سعی میکنم ویدیوام کوتاه باشه که بشه بارگذاری کرد و تو اینستاگرام پذیرفته بشه که دوستان دیگرمون هم اینها رو ببینن. تا چند دقیقه دیگه همه شما عزیزان رو، دوستان رو، گل رو، خانم ها، آقایون، از در هر جای این دنیا که هستین، فارسی زبان های بسیار فوق العاده و درجه یک، شمایی که تا الان با ما همراه بودین و حسن دادا رو مثل عضوی از خانواده خودتون پذیرفتین، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. برمیگردم تا بگم برنامه هامون چیه. خدا نگهدار.